به کانال توازن زندگی خوش اومدید. امروز میخوام درباره یک راز خیلی مهم حرف بزنم. رازی که اگر اون رو بفهمید نه وارد رابطه اشتباه میشید نه زمان و احساساتتون رو الکی هدر میدید. اینکه فرق بین انتخاب یک پارتنر برای آینده و ازدواج و یک دوست معمولی برای خوشگذرونی دقیقاً چیه؟ خیلی ها این تفاوت رو نمیدونن و همین باعث میشه کسی که فقط برای تفریح بهشون نزدیک شده رو اشتباه بگیرن با کسی که توانایی ساختن زندگی مشترک رو داره. پس تا آخر این ویدیو با من باش چون این موضوع یکی از مهمترین نکته ها برای داشتن یه رابطه سالمه. در ابتدا ببینیم رابطه برای خوشگذرونی یعنی چی؟ دوستان معمولی یا روابط خوشگذرونی معمولاً 3 ویژگی اصلی دارن. یکی این که همه چیز حول محور زمان حال و الان هست. آینده‌ای مطرح نیست. حرفاتون درباره امروز و الانه. قرارهای کوتاه مدت، پیام‌های هیجانی ولی هیچ چشمانداز واقعی از آینده وجود نداره. نکته دوم اینه که طرف مقابل مسئولیت پذیری خیلی کم یا حتی در حد صفر داره. آدمی که فقط برای خوشگذرونی وارد رابطه میشه هیچ وقت مسئولیت احساسی، مالی یا حتی زمانی نمیپذیره. میخواد هر وقت حالش بود باشه، وقتی هم نبود نیست. سومین نشونه ارتباط سطحیه. حرفها بیشتر حول سرگرمیه. صحبت عمیق درباره ارزش‌ها، خانواده، اهداف زندگی یا چالش‌های واقعی ندارید. چنین رابطه‌هایی ممکنه هیجان انگیز باشن اما قابلیت ساخت آینده رو ندارن. اما قسمت دوم در مورد اینه که پارتنر برای ازدواج کیه؟ انتخاب پارتنر آینده یعنی انتخاب کسی که میخوای باهاش زندگی بسازی. نه فقط لحظه بسازی. تکرار میکنم. میخوای باهاش زندگی بسازی. نه فقط لحظه بسازی. چیزی که این فرد رو متمایز میکنه ایناست. ارزش‌ها و مسیر زندگیش با تو همراستاه. آدمی برای ازدواج مناسبه که هدفهاش فقط احساسی نیست. ببینی در مورد آینده، خانواده، کار، رشد شخصی و حتی پول چطور فکر میکنه. کسی که برنامه داره، نه کسی که فقط حرفای قشنگ میزنه. این آدم به مفهوم واقعی مسئولیت پذیره. پارتنر واقعی فقط با تو نمیخنده، با تو میسته برای رابطه، برای زمانت، برای انرژی و برای احترام گذاشتن به تو. وقتی مشکل پیش میاد ناپدید نمیشه. نکته دیگه این که این فرد ثبات رفتاری داره. کسی که برای ازدواج مناسب باشه در رفتارش ثبات داره. نه نوسانیه، نه یه روز خوبه فرداش غیب میشه. در ارتباطش، رفتارهاش و احساساتش مشخص و واضحه. مکالمه هاتون از سطح عبور میکنه. اگر چنین فردی رو داشته باشی میتونی درباره ترس‌هات، زخم‌ها، گذشته، خانواده، اهداف و نیازهای احساسیت باهاش صحبت کنی. و اون هم با صداقت به تو جواب میده. یعنی رابطتون داره ظرفیت عمیق شدن رو پیدا میکنه. قسمت سوم این ویدیو ما درباره اشتباه بزرگی که خیلی از ماها مرتکب میشیم. بزرگترین اشتباهی که خیلی ها مرتکبش میشن اینه که کسی که فقط برای خوشگذرونی وارد زندگیشون شده رو مثل گزینه ازدواج میبینن. چرا؟ چون اون فرد بهشون توجه میکنه، جذاب، مهربون، هیجان میاره. ولی توجه کن که انرژی و هیجان معیار انتخاب همسر نیست. همسر آینده کسی که امنیت میاره، امنیت احساسی، امنیت رفتاری، امنیت ذهنی و حتی امنیت تصمیم گیری. نه کسی که فقط حس خوب لحظه‌ای برات میاره. حالا ببینیم چطور تشخیص بدیم که اون شخص برای چی اومده سمت ما. 3 سوال ساده از خودت بپرس.
آیا وقتی از آینده حرف میزنیم سرد نمیشه؟ کسی که قصد جدی داشته باشه از شنیدن آینده نمیترسه. سوال دوم این که آیا برای رابطه هزینه میکنه؟ نه فقط پول، بلکه هزینه وقتی، هزینه انرژی، هزینه توجه. و سوم این که آیا رفتارهاش ثبات دارن؟ اگر جواب این 3 سوال نه باشه، اون فرد در بهترین حالت صرفاً یه دوست خوشگذرونیه و نه بیشتر. پس جمع‌بندی میکنیم اینکه پارتنر ازدواج کسیه که باهاش میتونی آیندت رو بسازی. اما دوست خوشگذرونی کسیه که فقط حال تو رو خوب میکنه، نه آینده تو رو. هر دو نوع رابطه میتونه تجربه بده. اما فقط یکی از اونهاست که میتونه زندگی بسازه. پس قبل از دل سپردن ببین طرف مقابلت در کدوم دسته قرار میگیره. لطفاً تو هم تجربیاتت رو در کامنت ها با ما در میون بذار.